سوال: واسه جنبندی شیمی چی بخونم؟ جواب: این ویدیو رو تا انتها ببین. خیلی از بچه‌ها به ما میگن که ما اوایل سال درصدای شیمیمون تو آزمونا بالاتره، نمره‌هامون بهتره و کلا شیمی رو خیلی بهتر متوجه میشیم. اما هرچی بیشتر میگذره هی درصدمون میاد پایین‌تر. به نظر شما چرا اینطوریه؟ بچه‌ها علت اینه که درس شیمی یه درس کاملا مرتبط به همه. یعنی شما اگه حتی یک مبحث رو درست متوجه نشین، از اون مبحث به بعد هی مطالب رو هم تلمبار میشه. راه حل اینجاست که شما باید هر کدوم از مطالب شیمی رو به خوبی متوجه بشین. اما الان که نزدیک به کنکور داریم میشیم دیگه، دم عیده، الان چیکار کنم؟ الان که وقت زیاد ندارم چیکار کنم؟ پیشنهاد ما به شما کتاب‌های موج آزمون نشر الگوه. کتاب‌های موج آزمون نشر الگو برای دو گروه شیمی پایه و شیمی 12 منتشر شده. شیمی پایه، شیمی 10 و 11 و شیمی 12 توی یه جلد مجزا منتشر شده. حالا بریم با هم بررسی کنیم ببینیم چینش کتاب موج آزمون نشر الگو برای درس شیمی به چه صورته. شروع کتاب با فصل 0 که داخل اون تمامی فرمول‌ها و روش‌های محاسباتی برای حل سریع‌تر تستا به صورت جداگانه توی یک فصل قرار داده شده. پیشنهاد میشه قبل از مطالعه‌تون حتما روی این فصل تسلط کافی پیدا بکنید، چون توی حل کردن سریع‌تر مسائل کلی بهتون کمک میکنه. بعد از فصل 0 فصلای کتاب شروع میشن. ابتدای هر فصل خلاصه نکات اون فصل رو براتون آورده تا بتونین خیلی سریع تمامی مطالب رو مرور کنین. حین این خلاصه نکات یه سری تست‌ها و مثال‌ها هم آورده تا بتونین اون مطلب رو بهتر متوجه بشین. بعد از این بخش میریم سراغ بخش عبارت‌های درست و نادرست. تعداد سوالاتی که توی این بخش مطرح شده برای شیمی 10 و 11 60 سوال و برای شیمی 12 25 سواله. سطح سوالات عبارت‌های درست یا نادرست ساده یا متوسطه و برای این مطرح شدن تا بتونین مطالب مهم رو مرور کنین. بعد از عبارت‌های درست و نادرست ما آزمون‌ها رو داریم. آزمون‌های اول تا 4 برای دوره مطالب مهم قرار داده شدن و میخوان کمک کنن تا شما تسلطتون روی اون مبحث بیشتر بشه. هر زمان که این آزمون‌ها رو به خوبی مطالعه کردین، رفع اشکال کردین و تمامی نکات مهمش رو یاد گرفتین، برین سراغ آزمون 5 و 6 که آزمون جامعه. بعد از آزمون 5 و 6 آزمون آخر فصل قرار داره که سطحش یه مقدار از آزمون‌های قبلی بالاتره و توش ایده‌های جدید یا سوالات چالشی مطرح شده. نکته جالب این کتاب اینه که برای فصل دوم و سوم شیمی 10 و فصل اول و دوم شیمی 11 بعد از آزمون آخر فصل یک آزمون مسائل هم آورده که داخل اون سوالات محاسباتی مطرح شده و میخواد به شما کمک بکنه تا دستتون توی محاسبات راه بیفته. به عنوان آخرین بخش کتابم پاسخنامه تشریحی قرار داره که تمامی سوالات رو به صورت کامل براتون حل کرده. در بعضی از سوالات هم تمامی گزینه‌ها رو بررسی کرده. خب بخش کتاب رو هم بررسی کردیم. حالا بریم ببینیم ویژگی‌های کلی کتاب موج آزمون شیمی پایه و 12 به چه صورته. یه نکته قابل توجه اینه که توی این کتاب سعی شده تعداد سوالات هر آزمون مشابه تعداد سوالات کنکور باشه تا بیشترین شباهت رو به کنکور داشته باشه. همچنین سوالاتی که شبیه ساز کنکور باشن توی بخش پاسخنامه با آیکون شبیه ساز کنکور مشخص شدن. یه ویژگی باحال دیگه ای کتاب اینه که توی بخش پاسخنامه برای سوالات مهم و نکته‌دار یه سوال مشابه دیگه هم آورده. بعضی از سوالات رو با روش ابتکاری خودش حل کرده که توی بخش پاسخنامه با نام مسیر ابتکاری یا میانبر محاسباتی مشخص شدن. در نهایت آخرین ویژگی باحال کتاب اینه که یه سری QR کد بین سوالات قرار داده شده که اون سوالات سطح دوم هستن و شما با اسکن کردن اون میتونین PDF حل تشریحی این سوالات رو دانلود کنین. خب امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو دیگه راه و چاه کار دستتون اومده باشه. کتاب‌های موج آزمون شیمی رو میتونین با تخفیف از سایت کتاب کنکور خریداری بکنین.